که کرامت الله سوال اولی ما این است که همین حالات چند لحظه پیش شما از نزد وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بیرون آمدید و این ملاقاتی که شما داشتید راجع به کدوم مسئله بود؟ این خواهش من بود. خواهش من چون که رسوندن به وزیر در داشتن یک قسمی حجتایی که اونا اومن در امروز و پیش از اینم اساس نداشتن. یکی از اونها بود سپراوکی برگشتن به وطن. روس‌ها میگن که در اونجا سپراوک возвращения народ. دیگه سپراوکی اون بود که گویا که من شهروند تاجیکستان هستم. اینم داده شد. اینا همش پیشنهاد شدن در حالت دیدن لیبریسکی گراسکوی سود شهری ولایت مسکو که یعنی شهروند این با نام کرامت شریپов شهروندی تاجیکستان دارد. مایلش داشت. ما باید داشت لیکن نیست در حقیقت. این دلیل اینکه این سندهایی که پیشنهاد شدن از جانب کدوم مقامات پیشنهاد شدن که اونها به این سندها اعتماد کردن؟ اونها حرکت نمودن که در این کار از بودن قسمت دیپلماتی تاجیکستان کنسولگری صحبت کردن با من در روسیه که ما کردیم پرسان شدیم. اونها دادن запрос کردن از دولت تاجیکستان با اونها پیشنهاد شد و امروز سخنی که من با وزیر گفت دادم وزیرم فهمید که چنین پیشنهادها از طرف روسیه و از طرف دیگر کارمندان دولتی نبود و من تحت نظارت میگیرم و از بودن من از خبرهای بیرون و خبر داشت از روزنامه ها و پورا گفت خبری من ندارم و پیشنهاد نمود به کارمندان خود که در مدت کوتاه به سوالایشون جواب داشت. چون که از این در اینجا هست مکتوبایی که من همراه گرفتگیم ادوکاتسکی запрос اینا هستن وجود دارن. مرامت اگر ببینید این سپراوکی که من حاضر صحبت با شما کردم از طرف کنسولگری تاجیکستان داده شد. حتی دوست که عقیب ببینید هست در اینجا گذاشتن سرحد. دیدین که این ادوکاتایی که از طرف من запрос به نام هم وزیر هست 16 چسلو به دست اونها رسیده بود و یک ماه مهلت دارد به گفته اونها و در مدت یک ماه باید مهلت. یکی از اونها بودن پاسپورت اسر کجا شد؟ دیدیم که داشتن پاسپورت تاجیکستان کنی نسخه بود. حالا بیت برگردیم به این حجت. وقتی که اینو کنسولگری تاجیکستان داده است بر اساس کدوم معلومات این حجت پیشنهاد کرده است به مقامات روسیه؟ در چنین حالت‌ها وقتی شهروند یکی بدنام کردن شهروند یکی دستگیر کردن شهروند تاجیکستان از طرف مقامات دولتی داخلی در این حالت کنسولگری میتونه چنین نسخه رو پیشنهاد کند گذراند نیست پیشنهاد دولت روس کند. تا حاضر برای ما ژورنالیست‌ها یک نکته ناروشن است در مسئله ویدبرینی یعنی به تاجیکستان اخراج کردن شما روسیه بیشتر منفعت دار بود یا جانب تاجیکستان مقامات تاجیکستان؟ پس از برهم خوردن دولت شوروی دولت آمریکا 300 سال زیاد میکنند. 300 سال زیاد در اونجا دموکراتی است. یگام دولتی در سابق شوروی خود به خاطر اینکه ما دولت دموکراتیک داریم ما ولی فقط هر یک قدمی خود در راه دموکراسی میبینیم. امروز یک سیستم اوپگ وجود دارد. اگر در آمریکا 300 نفر اونها رهبری کنند ممکن برای بهبودی ملت خود باشد. در سطح شوروی مثلا در بین دولت روسیه هست گروهایی که اونها هوسمندند. هوسمندی اونها که پیشنهاد نمودن به کارمندان پلیس روسیه با سخنان او خوبتر میگذرد. در چی باره؟ مثلا یکی از گروهایی که هستند که با بدی بردن ملت تاجیک پس نمودن ملت تاجیک اونها تاجیک زبانند. کیو رو در نظر داره؟ اینا گروه است گروهی علایده هستند که اونها زیاده از 10 ساله پیش امروزه اونها به غلامی آوردن ملت تاجیک رسوندن. در این باره ما با اونها صحبت داشتیم. اینا نام دارن. مثلا یکی از اونها هست حاجی صمد عبدالرزاقوف دیگری برادرای جانوف هستند. نودا که در بین اونها ایدئولوژا هستند. مثلا محیدین محمودوف بخش ساترونیک میگراسیونی سوبای از کار رفت و امروز همیشه همکاری میکند با کارمندان پلیس روسیه که از وظیفه اساسی اون وقتی ما میگیم نش تلفن استید نپرسلوشکی جواب تمام تاجیکا رو در روسیه در این حالت محیدین محمودوف میداد. خود پسر بچه از ساگدینسکی اوبلاست. دیگرش هست با نام بیان علیموف این پسر بچه از عینی است. این است که در حالت پرتافتن دارو در حالت بدنام کردن نشادو موندن جوچوکا در تایم روسیه این همش همچون انسان ما با اونا صحبت داشتم که از این کار دست کشید. آخران چی مون؟ مواد معدیر این جگانه هست که برای تمام دنیا لازم است. لکن بدنام کردن و برهم دادن فرد جوان تاجیک این کاری از هم وزبین و دشوار و بدی از این نسبت ملت خود است. از این راه گفتیم ما دست کشید. کیا رو آنها خواستن با هم صحبت کردن
لیکن ما رو خواستن برای که با ما همکاری کنید. من مزد کاری شما 500,000 من 1 میلیون من 3 میلیون. ما با گفته ایستادیم که ما برای ملت، برای آبادی تاجیکستان، برای ناموس امروزه تاجیک، برای پیشروی که پیش از این سالها عصرها گذشت بزرگان ما باید پیش بریم. آنها اینو به عهده نگرفتن. حتی در یک نوار ویدیویی است که یکی از این گروه بیان علیموف که زیاده از 15 سال در روسیه است و گفت من تاجیک نیستم و وظیفه اساسی من آن است که فروختن تاجیک است. در حقیقت اگر اصلا ببینید پدر و مادری و برادرای و خویش همش تاجیکن، تاجیک زبانن. صحبت در وقت نزد شورای نزد جنبش مهاجران بود و در این باره ثبت شده بود. بله، یعنی شما گفتنی است که این گروه های منفعت داری بودن، نه مقامات تاجیکستان نه روسیه و اینا تا این اندازه که نفوذ دارن که توانستن شما رو به تاجیکستان اونا توانستن، اونا وعده کردن، اونا 1 سال پیش گفتن که این کار میشود. ما میکنیم، در دست ما است. ما صدها تاجیکان رو فرستادیم، نه تنها به این دولت، به دیگر دولت و پارتی. دههای اونا گم شدن. این بغیر از این در اون کارمندانی هستن پتروفکا 38 دو شهروند پیشینه تاجیک، یکی دلیر با نام دیما، دیگری سلطانوف است بختیار. اینا کارمندی بود وزارت کارهای داخلی روسیه در پتروفکا، اونا همکاری با آنها داشتن. اگر اینها حالی که چند نفری که شما نام گرفتید ادعا کنن یا اونجا مراجعت کنن که شما با اونها این گونه ادعا دارید، اونا هیچ وقت نمیکنن، چون که دلیل‌های زیاد اونا خود به خود میدونن که در دست ما هست. شخصانی جبر دیده هستند، نوارهای زیاد هستند، صحبت‌های من با اونها هست. من از پس پرده گپ نمیزنم، من در روی انسان گپ زدم، گپ بزنم. من با گپ میزنم که از غلامی برآوردن ملت تاجیک این وظیفه اولی درجه من بود. میلیون تاجیکا من دیدم در اینترنت اینو دیدن که بعد از رفتن کرامت اونا به مقصد رسیدن، لکه به مقصد دو جامعه نرسید. یکی جامعه دیاسپورای تاجیک، دیگری نرسید مقصد جامعه امروزه در تاجیکستان دولتداری بود. یعنی چی؟ یعنی که اگر در وقت صحبت کردن من با وزیر امروز اگر که ما خواهیم بینیم که دیروز دو شهروند دیروز به لیتوا رفت، یکی زن دیگری مرد، از طرف وزارت کارهای خارجی نهی از خلق گفته شد که мы будем рассматривать на уровень международных судов, в том числе журналистики же. Тогда чем отличается Карамат Шарипов, гражданин России, находясь в России, он убывает в Таджикистан с фальшивыми бумагами. И при этом все приветствуют. И нам هست. چرا صدا نروبر وزارت کارهای خارجی روسیه صدا که برای که این در این سینوی کرامت شریپوف بسیاری در تاجیکستان هم هستن که این تاجیک است. من در حقیقت تاجیکم. آنها گفتن که تاجیک است. در بین اونا کیا کار میکنن؟ شخصانی که هستن نزدیک به اتئیستن. من گناهگار نیستم که من پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله. این شخصی که این دنیایی هست که به ما گفت که این است بزرگی شما، من از این راه نرآمدم و دیگری به من پیغمبر شده نمیتونن. بله، حال شما به این باور هستید که مقامات تاجیکستان هم در مسئله دوشنبه یعنی به تاجیکستان اخراج کردن شما از روسیه دست دارن و اینها منفعت دار بودن که شما حتما برگردید به اینجا؟ اگر از صحبت من با وزیر صحبتی که من داشتم امروز، شخصی که من خوب میدونم شخص بزرگی اون در اون است که تلفن این شخص از سال 2001 تا 2005 نماینده داخلی و برتر خدمات تاجیکستان خاموش کرده نمیشد. خود این رمضان رحیم بود. این شخص بزرگی دارد و این گفت که به من که من خبر ندارم و کی به وای مجبور سوخت کرد که خبری که این حادثه این سپراوکار من ندارم و تحت نظارت خود میگیرم. در این حالت پلانی کشیده شده از طرف دشمنان ملت اونا برهم میخورن. پس چگونه این سندها اگر تقلبی هستن و چی هستن مقامات روسیه به این باور کرد و شما رو گرفتن بردن 11 روز در بازداشتگاه نگاه داشتن، بعد از اون به تاجیکستان انتقالتون دادن؟ این چه معنی داره؟ همین است بدبختی که باید ما نقطه را مانیم که دیگران عذاب نکشن، دیگران را به چنین راه آورده نشوند. ما هزاران بیزنسمن داریم در بیرون از این، اونا را به هر چی گنوبر کردن در کار نیست است. ما سوز در خارج از اون فایده تاجیکستان میبیند. اگر ملت ما خواهد که این کاغذها این مقامات ها گویا که اونا مقامات امروزه حکومت تاجیکستان رو فروختن، اونا باید جزا کشن. با من چه جزا داده شده؟ مثلا به من گفتن که همین شما شهروندی تاجیکستان. من واقعی داشتم با نچنک اوبیر همین که به هم از کاغذه روز با وزیرم نشون دادم هست با نچنک اوبیر. من محترم پالکونیک یونس این است نچنک پلیس MVD رسمی تاجیکستان و گفت که به من زنگ زدند از روسیه
از کجا؟ از تاجیکستان زنگ زد ممکن بابا که بابا شهروندی داده شود. شهروندی رو معین کردن لازم. من گفتم که مثلا یک قانون است. شما پایمال نمودید کنستیتوسیون تاجیکستان رو. مثلا 93 یکی از پونکتایی که در کنستیتوسیون تاجیکستان هست از 94 به 95 رفراندوم اوکازی پرزیدنت که شخصانی که در قوای مسلحه بیرون از تاجیکستان این چنین من آنها از شهروندی برآورده میشن. دیگرش که اگر آنها مراجعه در مدت 5 سال نکردن به کنسولگری دولتی تاجیکستان بیرون از دولت اینها هستن. چرا شما این نکردید؟ دیدیم که تمام حکومت تاجیکستان تمام روزنامه‌نگاران خلق من یک شهروندی داشتم. شهروندی من سبب داشت که ماندن در قوای مسلحه شوروی بعدتر در روسیه. این شد من نفقه گرفتم، فرزندم، خانه ساختم، خانه خریدم برای کودکم. اینا همش از دست خواستن کشیده گیرن. نه با که یک دلی اینا حکومت امروزه که با ارگانیزованی پرستوری گروهایی که بیرون هستن با آنها گفتن امروز تاجیکستانی ها در روسیه اگر با دستگیری کرامت شریف مانند عاقبت ما کار یکی از آنها مزد کشیده یکی مزد دادن در آینده نمیتونیم براریدش. من یک سخنی دیگه ممکن بود که من رو در حالتی این خوشبختی من خرسندانیم است که دولت تاجیکستان قبول نمود. آنها میتونستن با دیگر دولت ها پرتاین، با دیگر دولت مثلا با یوژنی آفریقا سمالی پرتاین. چرا شما با کشور دیگر نرفتید با تاجیکستان وارد شدید؟ من بار دیگر گفتم که خوشبختانه است که دولت تاجیکستان ممکن بود یک سدانی که پیرگوار نیستول که اگر در حالت شما همین رو نگیرید ما با دیگر دولت وای میپرتیم. ممکن با اسرائیل ما را قبول نمیکرد برای که من بسیار سخن دارم نسبت اسرائیل برای اونها خوبی و پیشروی و بدی هست. این زمانی آزاد سخن گفتن است با آزادانه من سخنی خودم گپ میزنم. لکن شد امروز با آوردن با چه حالت ها آوردن یک اسپکتاکل کلان بود. وقتی ماشینی که من در بین بودم این تویوتا جیپ لند کروزر با از پیش از عقب دو ماشین دپویس میرفت 100 کیلومتر. این هست اینفورماسیون در ماشینی پس کشیدگی بود در اموادی. این عبدالرزاق بود، حاجی صمد، این سعید بیگ نماینده یکی نماینده است. چشماتون دیدید اینا همش رفیقان من هستن، میدونن دیدن که در ماشین از کجا سوار شدن کجا رفتن. و دیگر سیم اینا بود محیدین محمودوف. اونا در ماشین پلیتش دیگه بودن در پس من و اونا دیدن و گفتن اینا بودن و مزد آوردن از خودی سپیس پریومنیکی که جایی که من محکم بودم بسته بودم 10 روز در یک کامری ادینوشکا آنها $80,000 برای بسمانه سوار کردن. بعدتر دولینی من در اقت بود یعنی پینونی نیست از 170 سوار کردن در کار نبود. من با چشم خود نه کورمندی پسری نه اونقدر از 30 کلون است حتی با دکتر با کیسهش پول دخت چیکار میکنه که نمیسید پایون دارید 170 به 130 این خود با خود بینید که باید این شخص با بیمار خانه رود. اینم وقتی که شما با فرودگاه در کولاب اومدید در اونجا شما مستقیم به خانه‌تون رو به نزد پیوندارتون رفتید یا که مقام من اولا گفته بودم باز تکرار میکنم که از گفته‌های اونو از فکرای اونو که وقتی مرا با کلاسکه میبردن در اونجا کارمندان وزارت کارهای داخلی کار جنایتی نسبت 92 94 95 وقتی کاری من که من یک پرنده را ضرر آوردگی نیست. در هر کاری من بود یراق هم داشتیم و کارمندان داخلی بودیم فقط راه دیپلماتی به من بود. من شخص دیپلماتم خودم و بزرگی من در همین است که بود در حیات شوروی بعدتر در این دولت من دادم. من فر اومدم کسی رو ندیدم از اونها. بعدتر با برادر شدم میرم سلامتیم خوب نیست. بعدتر اومدم اینجا اومدم یک بیمارخانه گفتن از بیمارخانه هم هست قوقازی من. در اومدم دست بالای دکترایی که هستن مدسیستر میگن همین با اوکولوبای حرکت موندم که قوا گیرم. شدیم که و بعدتر دیده که در سیمای اینترنتی در دیگر سیما پیدا شدم در سمونو پیدا شدم گفتم که من حرکت‌های خودم بس نکردم حرکت‌های من رفتار میگیره و چشم پوشیدن به امروزه کسی که امروزه اید میکند از ملت ما از ملت‌های دیگر در تاجیکستان که ما چنین هستیم و فخر میکنیم که باید برآورده رفت این ملت میموند خطاگی بزرگ است. حاضر شما قبل از اینکه با وزیر کارهای داخلی صحبت کنید با سفیر روسیه در تاجیکستان ملاقات کردید؟ داشتم. خب در صحبت با سفیر چی مسئله ها را شما بررسی کردید؟ من نسبت سفیر روس که خودی کنسول ژوکوف قبول کرد من مینداری اظهار میکنم. آنها خیلی زود بعد یک سخن گفتن آنها جای افتن وقتی افتن صحبت نمودیم. من با آنها فهمیدم که قانون شکنی امروزه در دولتی که هست است در ساختاری
پستی فئودالی کپیتالیستی چون روسیه سوسیالیسم داشته وجود ندارد و چرا خاموشی وزارت کارهای خارجی روسیه کم است در این باره؟ من که شهروندم اگر ملت من تاجیک باشد اونا خاموشی کردن شما از تاجیکستان چی میخواید؟ دویم سوال من باید بود که تمام اون هست کارهای من بود در مدت 16 زیاده از 100 это ущемление прав таджикистанцев в России. Я об этом говорил неоднократно, передавал и всем говорил. اینا هستن بودن حتی در پستانی پرزیدنت روسیه چیزایی که از ما بود استفاده بردن برای خدمات سیستم میگراسیون تا آخری رهبر دولت رئیس جمهور پرزیدنت تاجیکستان ما دیده ایستادیم که وقتی با مطفیه که بود تمام سخنانی که بود از همون گفته‌های ما با متن بس کنید اینا بودن کیا هوسمندن این روز ملت تاجیک میخواد که چرا این روزها کوتاه و دراز شدن بودن تاجیک باید به خوبی رود برگشتن تاجیکستانی برگشتن از چنین حالت‌ها ما گپ میزنیم ما همه چیز دنیا رو داریم ما تاریخ از هزاران سال کی تاریخ تاجیکستان است این هیچ کس پوشانده نمیتونه چرا ما رو در بین دیگر ملت‌ها پستی به بودا میرسونن و در این روزا ما خاموش چه گناهی ما داریم وقتی زن در پیش مرد گناهکار است و زن حرکت میکند به هر بهانه مردی خود نه من دوست داری تو هستم دیگه در حقیقت مرد حس میکنه این زن بابای عمران موافق نیست. شما وقتی که در روسیه به حالی که همچون رئیس این سازمان مهاجرت کار میکرد فعال تا هنوزم که هستید در صفحه‌های فیسبوک بعضی نوارهای پخش شدن که در اونجا سازمان شما بعضی مقامات‌های تاجیکستان رو برای رشوه‌خواری ایگنور کردن فکر نمی‌کنید که همین مقامات هم در آوردن شما به تاجیکستان منفعت دار بودن؟ هر یک چیزی که من می‌نوشتم یا که تحلیل می‌کردم بعد از گفته‌های کارمندان خود اونا جا داشتن. اگر مرامت کدومی هست من اومده بودم سال 2011 نسبت یکی از کارمندان نماینده MVD جراخان زایروف که همان شخص نوشت که این کرامت شریف چندین آدم‌ها را کشت و آورده حتی اودیو زاپیس ما دستگیر کردیم در پرس گفتن که کرامت شریف جاسوسی دارد و این چیزا برای چی همین کرده میشه همین ما باید برداریم این رشدی به ملت است ما باید نکوبیم تا یک کس رو که اون کسی که گناه ندارد خود گناهدار پیدا میشود اگر ما مسلمان باشیم پیش فرزندی وای میریم اگه برادری وای کشته که نابود کرده باشیم پیش وای رویم ما گپ میزنیم که من گناه دارم من 20 سال میمیرم مرا بخشید میکنه تاجیک این انتظار شدن در کار این روزش میشود اون مقامات شما گپ میزنن هستن اونا خود به خود کی هستن اینا پرزیدنت دولت است نه سفیر تاجیکستان است نه وزیر MVD است نه وزیر بخاطر است اینا یک اسکر کوچه شخصانی که با روی زنده و آبادی تاجیکستان فکرم نمیکردن به خودی حکومت هم از اونها بیزار بود مرامت سود میرفتن با ما مبارزه میبردن ما از اگون چه دست نمیکش حالا موافق این شرط و شرایطی که به تاجیکستان آورده شده 5 سال یا 3 سال دیگر حق برگشتن به روسیه را نداره حالا شما منتظر میشوید یا که کوشش میکنید که هر چه زودتر برگردید به اون فعالیت و ادامه دهید؟ من در راه با شما بودم یک صحبت کردم که من از تاجیکستان چیزی را طلب ندارم من به تاجیکستان خدمتی برادرانه خدمت ملت همچون انسان کردم نه که برای روس من خدمت دولتی نمودم برای روس من 25 سال حیاتم از این 6 سال جنگی که در بین گروه ها من زنده بیرون برآمدم اونا مرا مدال میتن اردن میتن به من خونه میتن چرا تاجیکستان به من نون تیاد من باید به تاجیکستان نون بیارم این برای تاجیک بودن همین کارو من باید کنم من اینا کرده ایستادم میلیارد گردونده وقتی ملت تاجیک در بیرون است به وطن برگردم من کسی را نزدم کسی را مجبور نکردم یک سخنگویی من برای حکومتی در پستی بودن روسیه بس بود که شهروند تاجیک فرد تاجیک موزی کارش گردونه تیاد این 3-4 سال آخر شد این برای این ملت بود وقتی با شما گفتی سخنی که برگشتن یک رفتنی من این ضرور است برای منی برای ناموس امروزه دولت صاحب استقلال تاجیکستان لازم است دست کشیدن از این سپرافت‌هایی که اینا درست نیستن اگر گفت که چون که وزیر که از روی قانون ما دیدم برایم از روی قانون موندن دار که نقطه که از همه طرف اگر که حتی من مراجعت به حکومت نکرده باشم آنها ما را از نه بلکه من صدها هزاران تاجیک را از سال 95 تا 2008 برداشتن من 2006 مراجعت کردم به خدا رحمت کنه شادروان سفر گایورویچ سفیر بود بعدتر به دوستیف من میخوام پیشنهاد نمودن نامزدی خود رو به مجلس عالی وکیل اونا گفتن کرامت او همه دنیا میدونه که یک شهروند داری او زنده و حیاتن اینو او 40 در یک ساعت من شهروند پیدا
چرا وجدان پاک خودمون میفروشه؟ ما چنین رفتار کنیم ما این دولت رو بزرگ کردن نمیتوانیم. این بزرگی حساب نمیخورد. برگشته رفتن به روسیه، برای آنها وزبین است. برای حکومت امروزه روسیه آزادانه گپ میزنن. اگر خوبتر تحلیل کرده برای یک چیز خوب میفهمید. بین من و پوتین چی بود؟ وای رابری دولت بود. وای گفت که ملت русскоязычных уничтожать где южной части Украины. Это связано с Донбассом и с другим регионом. А من چی گفتم؟ من گفتم ملت تاجیک فارسی زبانی که این از تاجیکستان اومده است دست کشید به بدی بوای نمودن. ما هر دو یک رو بازی کردیم. پس چرا در وقتی که نارامی که در بازار لوبلین شده بود زود در رسانه‌های روسیه خبرها نوارها پخش شدن که این کار مخصوص کرامت شریپوف کرد؟ من یک صحبت داشتم با یک شخص نزدیک از کارمندان بالای دولتی به نزدیکی یک آوردن که خودی همین حالتی که بود روزی 20 و 21 من نبودم 21 با خواهش آمدم شخصی که بودن با حکومتداران تاجیکستان آمدگی من اونا مرا فریاد من نفهمیدم که مرا فروختنی این حالت با یکی پیش کارو همین خیلی محکم است. یکی از ژورنالیست‌ها بود و گفت که شما چرا پونت اساسی رو از بین میبردارید در حالت همین سرجم شدن تاجیکا در بازار لوبلینو. پونت اساسی این تبادلات دولتی بود از اونجا سر کردن. مثلا در یکی از ماشینایی که از حکومت روسیه بود پتروفکا در قسم پسی ماشین پنهان میشید خوب بود این محیدین محمودوف بود. سرچه من گفتم این محیدین محمودوف یک پسر بچه که حرکتی باید فقط در بین در اومدن و بعدتر من با صحبت شدم بس کنید این خوب نیست. حالی شانسی برگشتن شما به روسیه از چند تا چند درصد است؟ امروز ساعتی که شهری و بعدتر شهری обласتی ولایتی مسکو با آخر است. اینجا یک شدگی کاری سودی است. یکی از اینو ودورینی است. دیگری از روی خط خانه برآوردن من است. از خانه من اتمای پریوتیزن کوارتیرو برآوردن. خانه شما در روسیه؟ ده. سیمش اون است که قبول نکردن پاسپورت همچون دادن پاسپورت از روی قاعده روسی درست نمیافته. یک خندآور است. اگر از روی قاعده روسی نباشه دویم پاسپورت سال 45 رسیدن من پاسپورت میگیرم. بعدتر که موافق قانون روسیه شخصی که به من پاسپورت داد از روی رفتنی با نفقه باید در زندان میشید. وای با کجای نرفت؟ چرا اون وای رو زبان بود. وای زن رو زبان بود. این است تقدیر تاجیک امروز. که کجا ما گریم داد خدا صدای خدا بریم ما نمیدونیم کجا صدا بریم. این سنده که شما نامبر کردید اگر درست نشوند یعنی شما دیگر میمونید اینجا؟ نه ما میگیم که امروز روسا حرکت میکنن در حالتهای وزبینی دنیوی تکیه به اروپا کنن به سودای اروپا و ما ندیدی روز шуд. Будем обращаться международно, там значит якобы обиданы в Латвии, значит журналисты. Семья там же. Обращайтесь. Мы же так же будем обращаться. ما باور ندارم که وقتی در حالت دادن حکومت تاجیکستان چیزی من با شما قید نمودم اگر آینده امروزه تاجیکستان بودن تاجیکستان بزرگی تاجیکستان در قسم دیپلماتی دونن این سپراک به آن داده میشد. من پیشنهاد میکنم دستور بالای دولت روسیه و آنها مجبورن که موافق این справка از خود نکردن که аннулировать его недееспособны на сей. Тогда я стану получать на тот момент предоставить и получая я справку возвращения в этом же посольстве и возвращаюсь в Россию для получения паспорта. Так и должно быть. Но поймите, цена-то большая, заплачены не маленькие деньги. حالی که شما این قریب تقریبا بیش از یک ماه میشد که در اینجا هستید سازمان شما ارتباط دارید هر لحظه در جریان هستید که در اونجا چیکارها انجام داده شده؟ سازمان جنبش مهاجران ملتی این یک سازمانی بود که تماما دنیوی بود. Дуньявия, аналогов в мире не было. И нет его. Ну, вы сами посмотрите. Вот одна борьба наша, уничтожение было Джамшодуровша. Посмотрите. Хамазом и созмон вузуки тамами спорта бардош. Тамами вузуки тоджика бардош. Азбан скинчеда бардош. Тамами бузурги будин и нас, и газеты голос Таджикистанс. И нас шумо мемор. Батар раз мегрет и шон телмар. И созмон им роздам кор мекнет вакти ман бо нам собач там бо совет. Часть тарафи ман, часть тарафи совет گذاشتگی است هر روز در سامانه سر دید. زیاده از 500 تا ویدیو. زیاده میبینن که 26000 فقط یک شخصی که در فیسبوک در صفحه من در یوتیوب فیسبوک ببینید چقدر از یادن کلاسی خودی سایت دیگر هست روی که ما گفته استیم
این پنهانی نیست و دیگر شخص در دنیا چنین حتی تاجیک امروزه در بودن کرامه شریف چنین جمعیت بزرگ در روسیه ساخته نمیتونه. دیدیم که ملت وقتی شما را دوست می‌دارد به شما هیچ لازم هم نیست. نه به شما در موزیک کاری نه. ملت امروز دوست می‌دارد نه بلکه ملت دوست می‌دارد که حرکت‌های امروزه جنبش مهاجران ما هم کاری داریم با روسیه با این دولت. این بدانن این بدون میروند. به حالی که این جلسه با تماس میگیرید. البته من با تماس با ریداکس گازت بنازی گازت میبرد روزنامه نو میبرد در اونجا صحیفه میشد صحیفه خود دیروزه زنی که از بو مرد وای میشود отличие чем таджиков от русскоязычного который выдворяет اینا میشود صحیفه بازگشت من میشود مراجعات من میشود запрос анкеты адвоката میشود жалобایی که رفتن به قسم بالای دولت روسیه میشود. حالا گفتید ادوکات ها واقعا امروز توجیه ما اطلاع داریم ادوکات شما بعضی مسائل شما رو اونجا دیده ایستادن. چی مسئله است؟ مسئله اساساً این سه دیلی که اونا یک برک شدن یکی این گرفتن پاسپورت بودن پاسپورت درست سونه کردن از روی قانون روسیه این یک رابطه دیگر قانون شکنی که بدی دیگر است بدی شهربانی خود روسیه است این نکردن این که خودی بودواری این از اینا میگه استادم سیم که از قیبر آوردن است من داری برای بهش صحبت کردم چی از بدبختی در ملت تو این بسر ایمانی بسر ملت تروریش میوارد ولی فرزندایتون اگر در مسکو هستن هم در مسکو هستن هم در ترکستان. این چند روزه که حالا شما اینجا هستید بعد از اینکه این حالت شد مهاجرات به شما زمینی شغله ترسان من حرکت میکنم کمتر خونم من هم کمتر خونم کمتر چی میشم برای که همه علم و گریه و زوره ملت یک بدبختی اون است که وقتی تاجیکان در چنین حالت‌ها حتی تاجیکایی که ژورنالیست ما بیرون از دولت برآمده رفتگی گفتن که در این روزی بازبین باید دیگر در پهلو باشیم. این برای کرامت شریف سخن هم نمی‌رود. به فراموش کنیم کرامت شریف ملت در کدام حالت چی گفتن ما مانند ابلا دولت من خواهش دارم که وقتی ابلا دولت دیگر اون سخن در می‌کنن شما قید کنید که برادر 5% نه 2% کاری که جنبش می‌کنن ما دو روزی بودم من در کارخانه بودم قبول شما کی هستید دکتر هستید مرحمت حکومت تاجیکستان شما را دستگیری کرد روبری مانداد دیاسپوری تاجیک چرا از دست شما نمیاد برای که یکی از کسی را ماندن در پالو بود با надо под нашей музыкой танцевать я танцевать что мне суждено то суждено я ничего плохого не сделал я считаю что сегодняшние миллионы граждан Таджикистана находясь за пределами страны они нуждаются в моей помощи я обязан это им отдать. Вот это все. Смотри, сайт бесплатный, YouTube бесплатный. Сейчас газета у нас выходит 50 тысяч бесплатных граждан. Назовите хоть одного нашего миллионера, миллиардера, который завтра здесь под малейшим сделает. Я думаю, что наш разговор сейчас не слушает. Наш президент, господин Мурахов, его семья, соответственно, прекрасно об этом может быть, не знаю, будет информирована сейчас полностью и предпримет меры, которые сегодня говорим, если мы богобоязны. Если мы богобоязны, мы боимся Бога. Если мы говорим, что да, эта страна у нас приветствует и всегда прижимается к религии ислама, это и есть, тогда буду сегодня поставлены точки благодаря министрам и другим, которые будут считать, за что его наказать. Но если готовить кадры, пожалуйста, и кадры не возьмут. این تجربه چند ساله شما در روسیه که با مهاجرات با شرمنده فاجعه که به هر حالت‌ها روزهای مشکل رو به شما کمک می‌کنید می‌شود چه جمله از این روزها یادآور شد که اینهایی که برای شرمنده ترسان در اونجا مشکل ایجاد می‌کنن وقتی که اونها میرن مراجعه می‌کنن بغیر از سازمانشون و سازمان و سفارتخانه واقعا کمک می‌رسن دست یاری می‌رسن این تجربه چی رو نشان می‌ده؟ چرا با وجود آنکه اینقدر فشار رو باز میگردونن و اخراج میکنن به توسا باز شرمند توسا میخوان که باز به روسیه رو نظرتون چیه؟ بودن ما از آخر رسیدن تجربه کاری خود و به دست دیگر شخص بزرگ دادن این روز لازم بود 16 سال حیاتی ویدیو انسانی تاجیکستانی در مهاجرت من فهمیدم که شغلشون قضیه شهروندی تاجیکستان بسیارش از سخنان اون فهمیدم که وقتی میگه کسی با قرآن خواب است در پای سر دیگری با رسم کرامات یا با گزیده که قوت تاجیکستان خواب من تا روز خوابم و این روز شد که آنها دیگر ندونستن بوساس خوریم با چی خوریم گشتن ماندن آینده چی بشه مادران هم هستن بلکه آنها در مهاجرت هم نبودن و رفتن زیادی مهاجران ما این پنهان نیست است نبودن جای کاری است سببش
اساس آنکه امروز اون چیزی که اونا در اینجا میابند و دو فرزند خود نمیتونن با این تقصیر ایمانی پورا بود. و همین روزهای بعد بین تاجیک بر اومده رفت که از همونجا چی شود نشود دور از مادر، دور از چشم مادر، از گریه های مادر من میبرم مادرم من با گرسنگی تن میتمام تاجیکم این هست در همون پدولا خواب میکنم در زندان خواب میکنم مادری من نبینم. این است علم ما که این است ملت دنیا تاجیک است که فقط یک چیز از در پیش رو مادرم من رو نبینم. من که همین یک داروی میخرد همون یافته میتونم در روستا که فریست من در اینجا باید اینو کردن نمیتونم. ما باید سازیم قسمه اقتصادی زواد فابریکه ما باید چه شهروندان ما باید کار کنیم. 11 ماه تابستون بهار است در اینجا 11 ماه 3 مرتبه حاصل میگیریم زمینای ما باید کار کنیم. یکم چیز حس ملی وقتی من گفتم که مرا با تاجیکستان میبریم روبری دولت که حس ملی لازم است من با دو شکل گرفتم که روبری دولت گفت که به تمام شهروندان دنیوی تاجیک شما حس ملی گرفتید و من نفهمیدم حس ملی رو با این مرا حاصل میکنم و دیگران اینو میبینن که و حس ملی که با رئیس جمهور بودن که همین آدم حس ملی داشت از 10 نفر ممکن 7 نفری بگذین این بدبخت است بودن پادشاه کو 3 نفری بگذین که اگر همین هم نمیشد همون ماندگی موجودم گرفتن اینجا میومد بدتر ما چیکار میکنیم. یکم با تشکر زیاد برای بسیار صحبتی آزاد و بازگشاد شما واقعا مسئله را در می‌گذاشتید که برای جامعه تاکسان خیلی مهم و ضرور هستند و با یک سوال دیگر میخوام که صحبت ما خاطر بگم که حالا شما چیکار میکنید که روز برگردید و به حال مجددا تا کجا هستن شما این نکته رو گفتید ولی اگر از این بعد چیکار می‌کنید شما؟ من انتظار میشم من انتظار امروز من از سخنان وزیر گرفتن خیلی اسپراف کنیم همه این است که بدتر رساندن بعد خطای خود رساندن به سودای بلاروس این باید شود. در حالتی نشدن البته من فکر میکنم که حالتی میشه که به قسمی بالایی با پرزیدنت ما پرزیدنت هستم من مراجعه کردم نیستم در این مورد نکردم ممکن اینم شود. دیمش که اگر در حالتی چیزی باشد در قسمی دنیوی چرا یک در روسیه باید سود بذارد ممکن در تاجیکستان هم سود بذارد اینا رو کی داد من سودای تاجیکستان هم بذارن اینا هم بزرگ شوند ببینن دنیوی که وقتی شما مقابل روسیه میگن مبارزه میبرن برای چی به روسیه و همراه بودن اینا بی همراهی نمیکردن ممکن بدون بودن. این سودا باید بالا رود سودای روسیه رود و باورید کامل دارن که از این وسایل قسم روبرو این حالات جای خودشون رو میابند و برمیگردیم گفتنی هم به تمام مهاجران به زنان به کودکان تاجیکستان که راه افتاده نشه یا دیگر رو دستگیری کنید. من بودم با ما میمونم این ملت من است من این از تاریخ برداشته نمیتونم بعد 2 سال هم روم بعد حاضر هم روم بعد 5 سال این ملتی که با من بود و ملت من است ملت تاجیک است من رو پرتافتنی نیستم و با قوای دستگیری تاجیکستان با صحبت‌های پرانه روسیه و تاجیکستان من باید خدمت خود دوام دارم و من چه وظیفه لازم است من نمیدونم کدام وظیفه را به من خودم حیران میشم وظیفه من اون وظیفه که هیچ کس به وضوح خودم میگیرد همین وظیفه نزدیک به مهاجر بودن به تاجیک بودن شهر تاجیک برداشتن ورزش تاجیک برداشتن فرهنگ تاجیک برداشتن در دولت بزرگ روسیه هست ما جامعه را همش شون نمیتونیم شون دیدگان اینجا هم من دیدم دموکراتی خوب است بلنده نیست است وقتی ما نشستیم نام دموکراتی است. تشکر زیاد موفق باشه خدا کنه که زودتر برگردید.